بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امیدوار هستم که همگی در صحت سلامت و نیکویی باشید. از درگاه الله سبحانه و تعالی برای همه شمایان خیر نیکویی دنیا و آخرت را آرزو دارم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بر بندگی را عطا فرماید که بعد آن هیچ شقوت و بدبختی را نبینیم. امروز چگونه که اعلام کردیم برادران و خواهران گرامی، در بیان موضوعات مهمی که می‌خواستم دو موضوع هست صحبت نماییم. موضوع اول در بیان ماه رجب، فضیلت‌های آن، احکام آن و آن مسائل و خرافات که بدعت‌هایی که در این ماه قرار می‌گیرد مردم با همراهی شمایان صحبت خواهیم کرد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله اما بعد. حمد و ثنا و درود سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل عائله و یارانش باد و بعد. در این رساله که ما با همراهی شما صحبت می‌کنیم خلاصه مجموعه درباره ماه رجب است. خلاصه و مجموعه درباره این ماه رجب است. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که این مواد را و مضمونهای آن را که صحبت میکنیم مفید قرار بدهد و هر کسی که در جمع‌آوری این مواد و این رساله سهم گذاشته است و در تهیه در پهن کردن آن هم سهم میگذارد و گذاشته است، ثواب نیک را الله سبحانه و تعالی عطا فرماید. نقطه اولی که برادران و خواهران گرامی با شما صحبت میکنیم در اینجا، شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنه الهجریه. این که ماه رجب ماه هفتمی سال شماری هجری می باشد. ماه رجب ماه هفتمی سال شماری هجری می باشد و این ماه رجب گرفته شده است از کلمه الترجیب. از کلمه ترجیب گرفته شده است که معنای بزرگ داشتن و احترام کردن را در بر میگیرد. معنای رجب بزرگ داشتن و احترام کردن را این ماه در بر میگیرد، زیرا در زمان جاهلیت مردم این ماه را بزرگ میشمردند و جنگ را در این ماه حرام هم میدانستند، جنگ کردن را. و این ماه همچنین رجب الاسم، این گونه نام هم این ماه رجب را نامیدند، یعنی رجبی گوش ناشنوا. رجب الاسم رجبی گوش ناشنوا. به خاطر چی با این نام شد؟ زیرا اینکه در این ماه هیچ آواز جنگ و هیچ غوغای یا هیچ صدای سلاح شنیده نمیشد. به خاطر چیز؟ به خاطر آنکه این ماه رجب یکی از ماه‌های حرام است، یکی از ماه‌های مقدس است که در این ماه جنگ من گردید و مثل شخصی که نمیشنود هیچ چیزی رو، هیچ صدایی رو، آن همین گونه. و همچنین این ماه رجب را منزل الاسن نیز میگویند، یعنی ماه گذاشتن نیزه ها و سلاح ها. به خاطر آنه که در این ماه مردم سلاح ها و نیزه ها و تیر و کمان های خود را میگذاشتن، نمیبرداشتن، جنگ را ترک میکردن و این ماه را ماه نشانه صلح و آشتی قرار داده بودند. پس این ماه رجب از ماه‌های حرام است و هنگامی که ماه رجب فرا میرسید مردم نیزه ها و تیر و تفنگ و کمان های خود را از کار میافکندند، از کار میموندند. یکی جنگ در این ماه قد میشد به خاطر نشانه بزرگداشت این ماه بود. و بدونید برادر و خواهران گرامی که شهر رجب، این ماه رجب، من اشهر الحرم اربعه. این ماه رجب یکی از 4 ماه‌های حرام، ماه‌های مقدس است که 3 ماه آن پی در پی می آید: ماه ذوالقعده، ماه ذوالحجه و ماه محرم. و 4م آن این ماه رجب است. 4م آن این ماهی چی است؟ ماه رجب است. الله سبحانه و تعالی در بیان این ماه می‌فرماید: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. به درستی که نزد الله شماره ماها 12 است، چنان که در کتاب خود، یعنی در تقدیر الهی، از روز آفریده شدن آسمان ها و زمین تعیین شده است که 4 ماهی از این ماهای محرم، ماهای مقدس است. در سوره توبه آیه 36. و در حدیث نیز آمده است که ان الزمان قد استدار كهيئه يوم خلق الله السماوات والارض. در حقیقت زمین به همان ترتیبی که الله روز آفرینشش آسمان ها و زمین را تعیین کرده است بازگشته است. السنة 12 شهرا، در یک سال شماره ماها 12 هستند. منها 4 حرم، که از این 12 ماه 4 آن ماهای حرام، ماهای مقدس است. روایت بخاری است. پس این ماهای حرام 3 ماهی مقدس پی در پی می آید: ذوالقعده، ذوالحجه و ماه محرم و پس از آن ماه رجب که بین جماد و شعبان واقع شده است. پس این ماهای حرام، ماهای مقدس که یکی از آنها ماهای رجب است، در نزد الله سبحانه و
و تعالی ماه‌های بزرگ قرار گرفته است که در این ماه ظلم و ستم کردن و گناه صادر نمودن از حدود الله را تجاوز کردن منع شده است، چون در غیر این ماهان منع شده است. الله می‌فرماید که فلا تظلموا فیهن انفسکم، ای مردم در این ماه‌ها نفس‌های خودتون رو ظلم نکنید، بر نفس‌های خود ظلم و ستم رو روا نبینید. یعنی در این ماه‌های حرام ای مردم به خود ظلم نکنید، زیرا گناه کردن در این ماه‌ها از دیگر ماه‌ها دیده وزن‌تر است و جدی‌تر است. پس ظلم و گناه در هر وقت از این ماه‌ها سخت‌تر است. در این ماه‌ها گناه باز هم سخت‌تر و بزرگتر حساب می‌شود. پس از این ماه‌های حرامی که الله سبحانه و تعالی قرار داد، از این ماه‌ها یک از این ماه رجب است، ماه عظیمی است نزد الله سبحانه و تعالی، که الله گفت در این ماه‌ها ای مردم به نفس‌های خود ظلم را روا نبینید، چون در این ماه گناه وزن‌تر است. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که این ماه‌های حرام در نزد الله محترم و مقدسند. قال قتاده رحمه الله، قتاده رحمه الله تعالی می‌فرماید که ان الظلم فی اشهر الحرم اعظم خطیئه و وزرا من الظلم فیما سواها. می‌فرماید در حقیقت ظلم در ماه‌های حرام گناه بزرگتر و جنایت وزن‌تر است نسبت به ظلم در ماه‌های دیگر دیده. و این کان الظلم علی کل حال عظیما، اگرچه که ظلم کردن به هر حال این گناه بزرگ باشد، ولیکن الله یعظم من امره ما یشاء، ولیکن الله سبحانه و تعالی از امرش هر چیزی که بخواد عظیم و بزرگ میشمارد. پس بر هر مسلمان واجب است که ماه‌های حرام را از جمله ماه رجب را بزرگ بداند و بزرگ داشتن این ماه آن است که در این ماه به فرمانهای الله سبحانه و تعالی عمل نماید، واجبات را اجرا نماید، فریضه ها را بجا آورد و عبادت را به بهترین و پسندیده‌ترین شکل انجام بدهد و از ظلم کردن به خود و از گناه کردن دوری بجوید و از سرکشی از فرمان الله سبحانه و تعالی سخت پرهیزگاری نماید. اما عاید به فضیلت‌های مخصوص ماه رجب باشد، پس این ماه محرم است و برای بنده در این ماه جایز و روا نیست که گناه و معصیت نماید، چون ظلمش بزرگتر است و گناهش عظیمتر حساب کرده می شود. حدودهای او سبحانه و تعالی در این ماه نباید شکسته شود، چون گناهش عظیمتر است. اما درباره فضیلت مخصوص ماه رجب یگان حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است. لم یثبت فی فضل شهر رجب، در بیان فضیلت ماه رجب یگان احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، چگونه که حافظ ابن رجب می‌فرماید لم یرد فی فضل شهر رجب ولا فی صیامه ولا فی صیام شیء منه معین ولا فی قیام لیل مخصوصا فیه. ابن رجب می‌فرماید که درباره فضیلت ماه رجب روزهای مخصوص آن یا شب معین از آن یگان حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد نشده است و همچنین درباره روزه گرفتن یا نماز مخصوص خواندن یا شب معین از این شبها را شب زنده داری کردن حدیث صحیح ابن رجب می‌فرماید وارد نشدگی است که مخصوص برای این ماه رجب باشد و می‌فرماید که ولا یجوز تخصیص الرجب، جایز نیست خاص گرداندن این ماه رجب به عبادت معینه، به یگان عبادت‌های معینه، چه روزه، چه نماز، چه هر عملی که باشد. یعتقد فضلها، فضل این را بشمارد و که خاصیت خاص بر این قرار بدهد. ناجایز است که ماه رجب برای عبادت معین اختصاص داده شود، خاص قرار بگیرد با این گمان که این عمل در این ماه فضیلت مخصوص دارد. نه، جایز نیست. مثل روزه گرفتن روزهای معین از ماه رجب با باوری به فضیلت مخصوص برای این ماه، یا شب زنده داری بعضی از شبهای این ماه، یا دعای معین و خاص برای این شب، برای این ماه، از روی اعتقاد و فضیلت آن دعا، روزه، نماز هیچ چیز خاصیت وجود ندارد. و می‌فرمایند که همه این از بدعت ها، یعنی از عمل‌هایی است که بر دین نسبت داده شده است ولیکن اساس ندارد، یگام دلیل شرعی ندارد. و بدونید برادران و خواهران گرامی که برای هیچ وقت، برای هیچ روز، برای هیچ ماه فضیلت برتری ثابت نمی‌شود مگر آنچه را که کتاب الله و یا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت کرده باشد. یقول شیخ الاسلام رحمت الله علیه می‌فرماید
اتخاذ موسم غير مواسم شرعية كبعد ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد. میفرماید که معین کردن موسم‌های بیرون از موسم‌های شرعی مثل بعضی از شب‌های ماه رجب الاول رجب رو که گفته می‌شود شب مولود است، مابین این شب رو مابین این ماه رو روزهای نزدیک با منتشر میشه در بین رمضان در بین مردم که این ماهی با گفته ماه شب مولود باشد، نمیدونم شب معراج باشد، شب نمیدونم شب کیمچی دیگر باشد یا بعضی از شب‌های رجب دیگر. همه این می‌فرماید از نوآوری‌ها است، از بدعت‌هایی است که صحابگان آن را توصیه ندادند، صحابگان کرام آن را نکردند و آن را انجام هم ندادند و نه رسول الله این را توصیه داد نه علما بر این توصیه دادند. می‌فرماید جایز نیست که ماه رجب را تنها برای روزه گرفتن اختصاص قرار بدهی و با گمان آن که این ماه فضیلت مخصوصی دارد تنها این ماه را منتظر باشی و این ماه را روزه بداری چون که در ما عادت شده است. اما اگر کسی از روی عادت خود روزه بگیرد نه به خاطر آنکه ماه رجب یکی از ماه‌های حرام است، ماه‌های مقدس است و این ماه رجب از دیگر ماه‌ها نیز روزه داشتن که اعمال‌های نیک اجرش زیادتر و بزرگتر است، فضلش عظیمتر است، نه به خاطر اینها اگر انسان روزه بدارد مشکلی نیست، جایز است. زیرا در حدیث اومده که صوم من الحرم و ترک، روزه بگیر از ماه‌های حرام را، بعضی از روزهایش را و ترک نما بعضی از روزهای دیگرش را. روایت ابی داوود و البانی این حدیث رو صحیح گفتند. و همچنین کسی اگر ماه رجب را با ماه رمضان با ماه شعبان و رمضان پیوسته روزه بگیرد این هم امر جایز است. رجب را روزه می‌داری، مثلا روزهای دوشنبه و پنجشنبه 13 14 و 15 نه به خاطر فضلش، سپس شعبان می شود، اشکالی ندارد. اما مخصوص برای ماه رجب روزه گرفتن یعنی تنها همین ماه را مخصوص کردن این جایز و روا نیست. و در این ماه رجب تنها آن نوعهای روزه را ما روزه می‌داریم که در دیگر ماهان مشروع و جایز بود روزه می‌داشتیم، به مثل دوشنبه و پنجشنبه روزه داشتن، به مثل روزهای ایام البید میگویند، روزهای سفید 13 و 14 و 15 هر ماه از هجری، یا روزه داوود علیه السلام یک روزه داشتن یک روز خوردن، اشکالی ندارد. و روایتی است از عمر ابن خطاب رضی الله عنه می‌فرماید که انه کان یضرب اکف الناس فی رجب، اینکه عمر ابن خطاب در زمان خلافت خود هرگاه که میدید که مردم در ماه رجب روزه میگیرند به شکل مخصوص آنها را میزد و دستهای آنها را به سوی ظرفها مجبور میکرد میرساند که بخورید، آنها را مجبور به خوردن میکرد. پس ای بندگان الله، این است که شما باید از خلیفگان راشد که پیامبر الله برای ما امر کردند که از آنها پیروی نمایید، ما باید از آنها پیروی نماییم، نه از مردم. دستان آنها را باسوی کاسه، باسوی ظرفها، باسوی ظرفهای خوراک میبرد و میگفت بخورید طعام بخورید، روزه ندارید، مجبور میکرد آنها را. زیرا این ماه مثل دیگر ماه است و در عهد جاهلیت مردم این ماه را بزرگ میشمردند، در زمان جاهلیت، چون یک در بالا ذکر نمودیم. و از ابن عباس رضی الله عنه نیز روایت است که روزه گرفتن تمام ماه رجب را منع کرد تا مردم آن روز را روزهای مخصوص یا که روزهای عید قرار ندهند. و شیخ الاسلام میفرماید که صوم الرجب بخصوصه احادیثه كلها ضعیفه، روزه داشتن ماه رجب و حدیث هایی که مخصوص درباره فضیلت و بیان شدن این ماه رجب ذکر شدن همگی ضعیف هستند، همه احادیث ضعیف است. ولا يعتمد اهل العلم على شيء منها، و اهل علم با چیزی از این احادیث تکیه نمی‌کردند، بلکه می‌فرماید که بلکه بعضیشان ساخته موضوع هستند، حدیث‌های موضوع، این حدیث ساخته شده، قصداً این حدیث‌ها ساختن تا که مردم را گمراه بسازند. و عالمان به هیچ یکی از این احادیث ضعیف اعتماد نکردند و می‌فرماید و آن چیزهایی که ضعیفند، احادیث ضعیفند، در بالای فضیلت‌ها روایت شده در اصل از زمره حدیث‌های ساخته شده و بی پایه قرار گرفتند. و ابن قیم رحمت الله علیه می‌فرماید که کل حدیث فیه ذکر الصیام الرجب، هر حدیثی که در آن ذکر و بیان ماه رجب ذکر شده است، و صلات بعد لیال فیه، و نماز گذاشتن بعضی از این شبها در این ماه رجب، فهو کذب مفتر، همه اینها دروغ است و ساخته شده است، حتی یکی از این احادیث صحیح و درست هم نیست. و ابن قیم رحمه الله تعالی می‌فرماید که ولم یصم صلی الله علیه و سلم 3 اشهر، رسول الله صلی الله علیه و سلم این 3 ماه را روزه نداشتند پی در پی، ماه رجب، ماه شعبان که بعداً ماه رمضان می آید. در هیچ روایت ثابت نشده است که او تمام این ماه رجب را
یا این ماه رجب بر روزه خاص قرار داده باشد و نه توصیه دادند. اما نقطه دیگر میفرماید که من نذر صیام رجب یکفر کفاره الیمین، کسی که نذر کند که مخصوص در ماه رجب روزه بگیرد، کسی قصد نماید و نذر کند که مخصوص ماه رجب را روزه بگیرد، باید کفاره سوگندش را بدهد، کفاره یمین بدهد، 10 مسکین را طعام. به خاطر چیز میفرماید که زیرا اختصاص یا خاص قرار دادن روزهای این ماه از عادتهای زمان جاهلیت است، از عادتهای زمان جاهلیت است. پس چونین نظر که از عادتهای زمان جاهلیت است نامقبول و نامعقول و مکروه است و اجرای آن لازم و واجب نیست. و درباره آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ماه رجب هم اگر عمره انجام داده باشند هیچ حدیث صحیح ثابت نیست، بلکه برعکس عایشه رضی الله عنها آن را انکار نمودند که اینکه رسول الله در این ماه عمره کرده باشند. و روایت شده است که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پرسیده شد پیامبر الله صلی الله علیه و سلم چند عمره انجام داد؟ گفت 4 مراتبه و علاوه کرد یکی از آن در ماه رجب بود. این خبر هنگامی که به عایشه رضی الله عنها رسید به او گفت که الله رحمت کند عبدالرحمن ابن عمر را، پیامبر هیچگاه در ماه رجب عمره انجام نداده است. وی یعنی عبدالله حاضر بود و این سخن را میشنید و نه حق گفت و نه نگفت. یعنی در این روایت آمده است که ابن عمر رضی الله عنه پس از این سخن عایشه خاموش ماند، نه نگفت و نه حق گفت. پس معلوم می شود که او اشتباه کرده است، اشتباه کرده بود یا با فراموشی خورده بود یا فراموش شده بود. و این را امام نووی توضیح داده و میگوید که معنای آن این است که ابن عمر یا گمان کرده است یا از یادش برآمده بود و سخنان عایشه رضی الله عنها درست می باشد گفتند. اما برخی از صحابگان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین شاگردان صحابگان کرام رضی الله عنهم که آنها برای انجام دادن عمره در ماه رجب را خوب می شمردند و می گفتند که این ماه از ماههای حرام است، ماههای مقدس و گرامی است. عمره را و از جمله آنهایی که این را خوب می شمردند عمر بن خطاب بود، پسرش عبدالله، مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها، نخعی، القاسم ابن محمد و غیر از آنها. و ابن سیرین فرموده است که برخی از صحابگان در ماه رجب عمره انجام دادند. و شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه فرمودند که در بین پیشینیان اختلاف بود که عمره در این ماه سنت است یا که سنت نیست. در این ماه برخی گفتن بله سنت است، اما دیگران گفتن که نه سنت نیست. اگر آن سنت می بود پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آن را بر ما توضیح میداد و بیان میکرد و عمره میکرد. و همچنین برخی از مردم هنگامی آغاز نمودن یا که آغاز شدن ماه رجب نمازهای مخصوص میخوانند به نام صلات الرغائب، نماز رغائب، یک بدعت نوعی در بین مردم منتشر شده است، پخش شده است. و این نماز در شب جمعه اول ماه رجب خوانده می شود که 12 رکعت نماز میخوانند و بین نماز شام، نماز مغرب و نماز خفتن ادا می شود. و عادتا این نماز را که 12 رکعت است روزهای پنجشنبه در ماه رجب یا که جمعه خوانده می شود. اما این عمل، این نماز خوانی هم همچنین یک بدعت زشتی است و انکار شونده است و علمای اسلام از این بدعت ها سخت ما را آگاه کردند، زیرا احادیث درباره این نوع از نماز و که این نوع از روزه فرو همشون ساخته هستند، موضوع هستند. دشمنان اسلام اینها را ساختند تا که مردم را از کار خیرمند بسازند و با کار بدعت راهنمایی کنند. در هیچ حدیث صحیح ثابت نشده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین نماز را خوانده باشند یا از یگام صحابی کرام یا که تابعین یا که امامان معتبر مذاهب چهارگانه و غیر از اونها که بعد آن به احسان آمدن این کار انجام ندادند. پس این نوآوری های بد، بدعت ها نیز در این نماز ها هم داخل شده است. همچنین نماز مسما هم میگویند، نماز داوود هم میگویند که اون را در نصف ماه رجب، در 15 ماه رجب نمازهای شب زینداری کرده، شب نمازهای شب میخوانند و با روایت های دروغه که گویا که در ماه نصف رجب حادثه های بزرگی رخ داده باشد، ولی هیچ اساس، هیچ سند این سخنان ندارند، ثابت نیست. از جمله گویا که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در شب اول رجب تولد شده است یا اینکه 27 از رجب بر رسالت با پیامبری مبعوث شده است، ولی هیچ یک از این ادعاها دلیل‌های صحیح ندارند. و همچنین درباره آنکه اسراء و معراج، سفر از مکه به بیت المقدس، از بیت المقدس بر معراج رفتن، بر بالا رفتن در ماه رجب رخ داده باشد، هیچ سند صحیح وجود
وجود ندارد. برخی گفتن همین ماه، برخی گفتن 27 روز آن. اما علمای اسلام در این مسئله اختلاف زیادی کردند و چیزی با دلیل قطعی ثابت نشده است. و عالمان گفتند که بسیار حدیث ها و روایت هایی که درباره فضیلت ماه رجب گفته شده است ضعیفند و ساخته شده‌اند، هیچ اساسی ندارند. برای همین جایز نیست که 27 ماه رجب که بعضی از آن را شب اسراء و معراج می‌شمارند و شب زنده‌داری کرده آن را جشن مراسم قرار می‌دهند، عبادت‌های مخصوص در آنجا قرار می‌دهند، اجرا شود، زیرا این عمل از بدعت‌ها و نوآوری‌ها است به شمار می‌رود. آیا پیامبر الگرامی این را انجام داد؟ نکرد. آیا صحابگان کرام انجام نکرد؟ آیا ائمه بزرگان این کار نکرد؟ پس تو از کی پیروی می‌کنی؟ زیرا در شریعت هیچ چیزی از این ثابت نشده است که پیامبر الله، صحابگان کرام، تابعین این عمل را انجام داده باشند. اگر در این عمل خیر می بود حتما آنها پیش می‌گذاشتند. هیچ خیر رسول را ترک نکرد مگر اینکه برام بیان کرد. و همچنین از بدعت‌های این ماه برادران و خواهران گرامی مخصوص کردن صدقه، کمک و انفاق کردن برای مردم در این ماه رجب، این هم اصل اساس شرعی ندارد. از دیگر کارهای بدعت نوآوری‌هایی که در این دین در این ماه پیدا شده است مخصوص کردن ماه رجب برای زیارت قبرها همچنین. پس زیارت قبرها عمل است که می تواند در هر وقت سال انجام داده شود، اما این کار مخصوص این ماه رجب قرار بدهی دلیل نیاز است، در حالی که دلیل نیست. یا که این ماه را مخصوص ماه صدقه قرار بدهی دلیل وجود ندارد. عمل را انجام دادی که پیامبر آن را بر آن تشویق نکرد، امر نکرد. و همچنین دیگر از بدعت هایی که در این ماه منتشر شده است گفتن دعاهای مخصوص خاص برای ماه رجب، دعا و ذکرهای مخصوصی که تنها این ماه رجب تعیین شده است، در حالی که روایت صحیح در این مورد وجود ندارد. یا که اعتقاد کردن به فضیلت مخصوص زیارت مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه در ماه رجب و همچنین این نام را نام زیارت رجبیه همه نامند، خاص میروان زیارت. سبحانك، این از بی اساس است. زیرا زیارت مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر وقت سال جایز است، برای هر وقت مخصوص تعیین نشده است. و همچنین مخصوص گردانیدن این ماه رجب برای ادا کردن زکات مال. بعضی از مردم گمان میکنند که دادن زکات در ماه رجب ثواب بیشتر دارد. این از بی اساس است، دلیل شرعی ندارد. زکات مال وقت واجب می شود که حول یک سال در دست انسان مقدار مالی که به زکات رسیده باشد، نه واسه از اینکه ماه رجب است، شعبان است، رمضان است، هر چی باشد. و همچنین العتیر الرجبیه میگویند، یک نوع قربانی که اهل جاهلیت در ماه رجب ذبح میکردند، اهل جاهلیت در ماه رجب ذبح میکردند و آن را به الله نذر میشماریدند، به الله نذر کردن میشماریدند. و اسلام این عمل رو بیکار کرد و این عمل رو بیکار شمارید و انجام دادن این رو ناجایز قرار داد. پس آن قربانی عتیره، قربانی رجب که در زمان جاهلیت انجام داده میشد، قبلا میان این مردم جاهلیت سنت حساب داده میشد، مثل قربانی عید اضحی، عید قربان. پس این حکم از بین برده شد، اسلام اون را بیکار کرد. و چون که روایت مسلم است که پیامبر گفت که نه فرع و نه عتیره دیگر جایز نیست، همین ذبح کردن. از زهری رحمه الله روایت است که میگوید که الفرع یعنی خاص کردن این روز را با کشتن حیوان یا چروای حیوان ذبح کردن آن میگویند، یک قربانی مخصوصی را آماده کردن. و العتیره اما قربانی مخصوصی را چیز در این ماه رجب قربانی کردن، اونا برای بت‌هایشون در زمان جاهلیت این کار انجام دادن. از این سبب بعضی از فقیهان گفتن که کشتن حیوان همچون قربانی در آغاز ماه رجب مکروه است، ناخوشایند است، زیرا این عمل از سنت جاهلیت است مانند بر آنها. اما اگر شخصی از برای غذا خوردن، از برای احتیاج خانوادگی ذبح کند یا که یگان کارهای دیگری، اشکال ندارد. که شک نیست که نفس آدمی به عملهای میل میکند، به عبادتهای میل میکند، مثل قربانی، مثل نماز، مثل دیگر کارها. این میل خودت را با کتاب الله و سنت پیامبر پایبند بساز، نه به بدعت‌ها و خرافات‌هایی که در بین مردم منتشر شده است. و کسی که میخواد قربانی نماید آن را در هر ماه قربانی کند، نه واسه از فضیلت قرار دادن آن. هر ماه تو قربانی میدی واسه بر نیتت آن اعمال برات پاداش داده میشود. ولی ماه رجب مخصوص، روزه ماه رجب مخصوص و شب زنده‌داری ماه مخصوص، این اساس در دین ندارد. و حدیث روایت شده است که یک مرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد و گفت: ای رسول الله، ما در زمان جاهلیت قربانی عتیره میکردیم و در ماه رجب چی فرمایش میدهد شریعت با این باره؟ پیامبر گفتند که قربانی کنید، ولی در هر ماهی که میخواهید قربانی کنید، تقوا و پرهیزگاری کنید و مردم را از گوشت او بهره مند کنید. پس هر کس که در این ماه رجب اگر که برای
ذبح حیوان برای غذا، برای احتیاجمندی، برای هر کار دیگه، برای صدقه، هر کاری گونه انجام، این جایز و رواست. نه که این روزها رو، این وقتا رو خاص قرار ندهد که این عمل نادرست میشود، اعمالش حبطا میگردد. نباید اون رو با نام این عتیره قربانی مخصوص ماه رجب قرار بدهد، چون این از عادت و نیت‌های جاهلیت بود. پس ماه رجب مقدمه ماه مبارک رمضان است. برای همین باید در این ماه رجب انسان آمادگی را، نیت را خالص از برای الله و آمادگی را بگیرد و خود را تیار بکند برای ماه رمضان. ابوبکر البلخی رحمت الله علیه گفته است که ماه رجب ماه کیشت کردن است، ماه شعبان ماه آب دادن کیشت است و ماه رمضان ماه درویدن حاصل است، جمع آوری حاصل است. و باز فرمودند که ماه رجب مثل باد است، ماه شعبان مثل ابر است و ماه رمضان مثل باران است. پس هر کسی که در ماه رجب کیشت نکند، یعنی نیکی انجام ندهد و در ماه رجب و در ماه شعبان آن را آب ندهد، نه که عملهای صالح خود را ادامه ندهد، قطع کند، پس چگونه میتواند در ماه رمضان حاصل خود را جمع آوری کند؟ چگونه میتواند؟ برای همین آمادگی از این روز است. پروردگار را برای ما در ماه رجب و ماه شعبان برکت ده و ما را به رمضان برسان. این را بعضی از مردم این ذکری که این دعایی که بیان کردیم، بعضی اللهم بارک لنا فی رجب میگن پروردگار در رجب برای ما برکت بده و در شعبان برای ما برکت بده و ما را به رمضان برسان. بعضی از مردم گمان می‌برند که این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت باشد برای تشویق نمودن مردم برای رمضان، یا که دیگر سخنان نمیگن، نگم اساس ندارد، ضعیف است. نووی، ابن رجب، البانی این حدیث رو ضعیف گفتند، سند آن به رسول الله نمیرسد. و نسأل الله تعالی ان یوفقنا باتباع السنه، و ما از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم که ما را توفیق بدهد برای پیروی و پایبندی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و لما یحبه و یرضاه، و در آنچه که الله آن را دوست می‌دارد و از آن راضی می‌گردد ما را الله توفیق بدهد. و یجنبنا البدع والاحداث فی الدین، و از درگاه پروردگار دعا دستی بر دعا می‌بردیم که ما را از بدعت ها و نوآوری ها و در دین هست دور گرداند. الحمدلله رب العالمین، و همه سپاس و ستایش ها از آن پروردگار عالمیان است. این است برادران و خواهران گرامی در بیان مسئله ماه رجب که این نادیده نماند، که این مسائل لازم است که تو شما بفهمید و بدونید تا اینکه قلب های خود را متعلق بر الله نماییم و اعتقاد خود را پایبندی گفته رسول الله قوی بسازیم، نه آن بدعت ها و نوآوری ها امروز منتشر شده است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.